سلام بچه ها، روزتون بخیر. ما مانیکورمون رو قبلش انجام دادیم. پرایمر بیسو میزنیم 30 ثانیه تو دستگاه. بعد رنگمون مورد نظرمون از انتهای ریشه نیمه میزنیم. با قلم و ریشه رو یه دست میکنیم و بعد با قلم آمبره کارمون رو فید میکنیم. میره تو دستگاه و بعد قسمت دوم از سر ناخن میزنیم و اونم مثل رنگ قبلی فیدش میکنیم. میره تو دستگاه. ما این کار رو 2 بار تکرار میکنیم که کاور خوبی داشته باشه. رابر بیس مورد نظرمون رو یه لایه نازک میزنیم از ریشه با فاصله. کم فاصله داشته باشه و آروم هدایتش میکنیم به پایین. با قلم ریشه رو مرتب میکنیم. میره تو دستگاه. تاپو میزنیم و تمام. دوست داشتی واسه دوستات بفرست. لایک و کامنت هم یادت نره.